توی اعماق غارهای ماینکرافت یه چیزی وجود داره، چیزی که نباید اونجا باشه. میگن موجودی هست به اسم میمیکر، یه انگل سیاه که بدن استیو رو تسخیر کرده. از وقتی آلوده شده دیگه مثل قبل نیست، چهرش تغییر کرده، حرکاتش غیر عادیه و انگار همیشه داره نگات میکنه. این موجود میتونه صدای هر چیزی رو تقلید کنه، صدای قدم ها، صدای ماپ ها و حتی صدای خودت. نمیتونی بفهمی کی نزدیکته تا وقتی که خیلی دیره. روز اول شروع شد و من با اهدافی باید ادامه بدم. اول از همه باید چوب و سنگ ماین کنم و وسایل خودم رو بسازم. دوم باید غذا داشته باشم تا زنده بمونم. سوم یه خونه برای خودم درست کنم. چهارم باید یه جایی رو بسازم تا میمیکر توی اون گیر کنه و بتونم بکشمش. پنجم باید فول آیرن بشم. و ششم کشتن میمیکر. برای شروع رفتم چوب و سنگ کندم و وسایل خودم رو ساختم. بعدش یه ویلش پیدا کردم و هر چیز به درد بخوری رو داشت برداشتم و آیرن گولمشون رو کشتم چون به آیرن نیاز داشتم. توی راه دروازه نظر پیدا کردم و چستش رو لوت کردم و همونجا یه پیککس آیرنی درست کردم تا بتونم گلاشم ماین کنم. بعد از اون توی راه چند تا زغال پیدا کردم، چند تا گوسفند کشتم تا از گشنگی نمیرم. وسایلمو یه جا گذاشتم و شب رو همونجا موندم. تصمیم گرفتم شب رو بیدار بمونم که ببینم چه اتفاقی میفته. آیا میمیکر اسپون میشه یا نه؟ اون شب هیچ اتفاقی نیفتاد. پس رفتم غار نزدیک خودم که یکم زغال و آیرن ماین کنم که همچین اتفاقی افتاد. یه صدای عجیبی اومد و من از ترس زیر خودم چوب گذاشتم تا برم بالا، اما اون صدای میمیکر بود و اون منو کشت.
بعد دوباره تلاش کردم که وسایلمو بردارم اما نشد. پس تصمیم گرفتم دوباره وسایلمو بسازم. بعدش رفتم چوب بکنم تا بتونم یه خونه بسازم. بعد از جمع کردن چوبا شروع به ساخت خونه کردم. دیواراش که تموم شد، قسمت هایی که باید پنجره میذاشتم رو ماین کردم. بعد زمین رو کندم تا زیرش چوب بذارم. رفتم یکم چوب جمع کنم که دوباره اون صدا اومد. دیدم که اتفاقی نیفتاد. رفتم که بخوابم. شروع کردم به ادامه ساخت خونه. بعدش یکم شن جمع کردم برای پنجره خونه. شب شده بود و من باید یه جایی رو می ساختم تا میمیکر داخلش گیر کنه تا من بتونم اون رو بکشم. روش کارش چطوریه؟ اول از همه یه چاه 3x3 درست میکنیم و بعدش دورش چند تا ترپتور میذاریم و بعد مرکز چاه بلاک میذاریم و تا بالا میبریمش و خودمون روی اون بلاکا وای میسیم. وقتی اسپان بشه میمیکر داخل اون چاه میفته و به خاطر ترپتورها نمیتونه بیاد بیرون و بعد من میرم پایین تا بکشمش. اما متاسفانه اون شب اسپان نشد تا بکشمش. دیدم که اسپان نمیشه، وسایلمو بردم داخل خونه و یک کم مرتبش کردم. بعدش رفتم که دوباره ماین کنم که یه صدای خیلی ترسناک اومد. سری رفتم بالا تا دوباره نمیرم. آیرنایی که داشتم و داخل فرنیس گذاشتم و بعد با آیرنام وسایل آهنی ساختم. اما برای فول آیرن شدن کافی نبود. وسایل اضافی رو داخل چست گذاشتم و اون شب رو بیدار موندم تا میمیکر اسپان بشه.
روز شد و دوباره میمیکر اسپان نشد. دیدم که کاری ندارم، تصمیم گرفتم تا شب AFK بمونم تا میمیکر اسپان بشه و بکشمش. اون شبم اسپان نشد، پس یه روز دیگه هم AFK میمونم تا شانس آخر رو بهش بدم. تا نزدیکای روز که دیدم نمیاد، گفتم بذار یه جا رو بکنم برم پایین، حداقل یه کار مفیدی کرده باشم. موقع ماین کردن هرچی آیرن بود رو ماین کردم. دوباره اون صدا اومد که میگفت کمکم کنید. رفتم بالا که آیرنمو داخل فرنیس بذارم و بعد با آیرنم فول آیرن شدم. رفتم ادامه ماین کردن که دوباره اون صدا اومد. انگار که فقط تو غارا صداش میاد. انقدر ماین کردم که به یه ماین شفت رسیدم و اون صدا باز اومد.
یه چست پیدا کردم و اونو لوت کردم. همینجوری داشتم میگشتم که یه غار خیلی بزرگ پیدا کردم که خیلی چیز خوبیه و میتونه کمکمون کنه. حالا چرا؟ توی این غار خب 100% میمیکر اسپان میشه و میتونم بکشمش و اگر قسمتی از این غار بزرگ رو یه تله بسازم و اونو بکشونمش سمت خودم میتونم که اونو بکشم. شروع کردم به ساخت تله. ساخت تله که تموم شد رفتم داخل غار که ببینم اسپان میشه یا نه. یک کمی هم اون وسطا دایمن جمع کردم. داشتم میرفتم پایین که اسپان شد. سریع رفتم پشت تله. اومد دنبالم که یهو از بالای سرم اومد داخل که متوجه شدم اون بالا رو بلاک نذاشتن و این خیلی بده. دوباره رفتم داخل اون غار و وسایلمو برداشتم. و اون صدا دوباره اومد. دیدم که بله روشو بلاک نذاشته بودم و از اونجا وارد شده. دوباره رفتم توی غار که اسپان بشه اما نشد. تصمیم گرفتم برگردم خونه اما راه برگشت رو گم کرده بودم. پس زیر خودم بلاک گذاشتم تا برم بالا. اما به خاطر یه اشتباه کوچیک اونجا خفه شدم و مردم.